هر کس به زبان خود سخندان گردد دانستن 100 زبان آسان گردد. یعنی که ما و شما باید همه اول زبان دولتی را از خود کنیم. فیلولوگ تاجیک دانشجو هستند، یعنی که شما هم خود از خود میکنید و هم نسل نورس در آینده باز تاکید میکنید زبان ادبی تاجیک را روز از روز از خود کرده ناز استفاده برده و در دیگران را تربیت کنید که چقدر روز از روز زبان موقع خود را استوار کنند. و پیشوای معظم ملت تاکید میکنند که هر یک جوان نوبسته که زبان دولتی را خوب میدانند باید دو زبان خارجی را نیز داند. این زبان‌های اصلا زبان روسی و زبان انگلیسی را. یعنی که از جوانان خواهش میکردیم که در قطار زبان آموزی باز مثال در آینده کارهای تدقیقاتی میکنند، هر یک قسمت‌های زبان را در مقایسه با دیگر زبان‌ها بینند و مقصد از همون فکر میکنم که کارهای علمی میکنیم و مقایسه زبان تاجیکی با روسی و انگلیسی هم خیلی میگیریم. ما روز از روز باید زبان رو خوبتر مثال شفته و دیگر زبان‌ها رو طرزی از خود کنیم که همون تکنولوژی اساتکنی زبان‌ها آسان‌تر شود. یعنی که ما کوشش کنیم که روز از روز علاقه سالی روانم در املای زبان تاجیکی تغییرات‌ها وارد شدن. قانون قطعی گپ سرمون میاد که روز از روز ما کاری کنیم که همین زبان ما در سطح بین‌المللی استفاده تواند. و در مثال ساحه اینفرماتیکا پیشنهاد شده است که مثال بعضا حرفا را این فیلولوژا ممکن ریزانه شدن، بعضی حرفا را گرفتن نکن. فرض کنیم یارم فرض یارا ی عقد نوشته میشه و گپ سر میگه کلاویاتور را بعد همین آسان شود گفته یک حرف اکونوم میشه. باز ما در حرف تاجیکی اگر نویسیم در حرف او در روز در بالا ایستادگی هستند، در حرفا کلاویاتور جا نمیگیرد دیگر جا موندگی. به همین خاطر یعنی که در آینده همین فکران کردن نکن. ما نمیدونم تا چند روز درست است. یعنی که مقصد از اون است که همون زبان ما در سطح بین‌المللی استفاده تواند، یعنی در کلاویاتور جا گیرد. یا که ما کلاویاتور دیگر استفاده کنیم که حرف یا و در روز داشته باشد، یا اینکه همون زبان ما رو با این تکنولوژی مطابق کنیم. یعنی که سخنان من فقط از یک صحبت یک فرمی تکنولوژی رقمی بود از اونجا گفته استم. اینو فقط یک پیشنهادن ولی یگان اساس ندارن. گپ سر اون تشبوسی گرفته فاکولته فیلولوژی تاجیک در خصوص برگزار کردن این کنفرانس قابل دستگیری است و کار کنفرانس برای میخوام.